امروز میخوایم جرثقیل آرتیجی رو در سایت تیری اسکای برای فروش آپلود کنیم. تا آخر ویدیو با من همراه باش. سلام، من مینا هستم. اینجا کانال مود اسکیپ، جایی که قرار به مسیر صفر تا 100 رسیدن به درآمد دلاری رو با هم بسازیم. مدل سازی و تکسچرینگ جرثقیل آرتیجی رو با هم یاد گرفتیم. اگر ویدیوها رو ندیدی، لینک ویدیوها رو توی دیسکریپشن برات میذارم، حتما نگاه کن. وقت این رسیده که مدلمون رو در سایت‌های بین‌المللی برای فروش آپلود کنیم. چون سایت تیری اسکای قوانین سختگیرانه‌ای داره، من مراحل آپلود این مدل رو در سایت تیری اسکای برای تو آماده کردم که تمام مراحلش رو یاد بگیری و بتونی مدل‌هات رو در این سایت برای فروش آپلود کنی. سایت‌های دیگه‌ای هم قبلا بهت معرفی کردم، میتونی مدلت رو در این سایت‌ها هم قرار بدی. اگر با قوانین سایت تیری اسکای آشنایی نداری، من در پلیلیست تیری اسکای کامل در خصوص این سایت و سایت‌های فروش مدل دیگه صحبت کردم، میتونی اونها رو نگاه کنی و درآمد دلاری خودت رو شروع کنی. بریم که آپلود مدل در سایت تیری اسکای رو شروع کنیم. برای آپلود توی سایت تیری اسکای مدل رو انتخاب میکنم، کنترل آی رو میزنیم و دیلیت. هر چیزی به غیر از مدل توی محیط باشه باید دیلیت بشه. آن گروپ میکنیم. حتما باید ریست اکس فون بشه. بعد کانورت به ادیت پولی. این موارد قوانین سایت تیری اسکای هستن. دونه بدونه تمام مراحلی که من انجام میدم رو هم تو باید انجام بدی. متریال ها رو دیلیت میکنم، کنترل اس میزنم و مجدد از منوی متریال Get All Scenes متریال هایی که در حال حاضر موجود هست رو برای من میارم. متریال های اضافه پاک میشن و کنترل اس. مدل رو انتخاب میکنم. از این پلاگین مدل پکر استفاده میکنم تا مدل رو خیلی راحت برای من مرتب کنه، تکسچر ها رو نامگذاری کنه و مسیر تکسچر ها رو برای من مرتب کنه. یه گزینه ریست اکس فون میزنیم، ریموو ایزوله باید بزنیم. گزینه ایزوله باید حتما خاموش باشه. آن گروپ آر سنتر باید باشه و ست رو میزنیم. نکست. یک اسمی برای مدلمون انتخاب میکنیم. نکست. اینجا عکس همینطوری هر عکسی دوست داری اضافه کن، خیلی مهم نیست. نکست. خب اینجا گفته که چه خروجی هایی میخوای. با توجه به مکست هست، نهایت میتونه خروجی 2021 برای من بگیره. هرچی خروجی پایین تر باشه بهتر هست. خب میتونی بگی FX OBJ 3D Max و این تیک این موارد رو هم حتما فعال کن که تکسچر ها تو رینیم کنه، متریال ها تو رینیم کنه، لایه ها تو رینیم کنه. همه رو بر اساس اون اسمی که براش مشخص کردی نامگذاری میکنه و پک مدل رو بزنی فایل هایی که بهش گفتی برات آماده میکنه. اکسترکت میکنم چون من میخوام خروجی 2018 بگیرم. مجدد توی مکس 2021 این فایل رو باز میکنم و خروجی 2018 میگیرم و بر همون اساس FX 2009 میگیرم. بچه‌ها این تکسچر های من هست. این فایل ایندکس هست که یک سری توضیحات داده، تعداد پلیگون و ورتکس ها رو مشخص کرده و میتونید توی دیسکریپشن اکانتت اینها رو اضافه کنید. این فایل مکس من هست. اول یک سیوز میگیرم، خروجی 2018
باید مدلت گروپ باشه توی فایل 3D Max. حالا برای خروجی گرفتن FX آن گروپ میکنم. این پلاگین هم پیشنهاد میکنم نصب کنی، خیلی خوبه، باعث میشه فایلت رو اسکن کنه. اگر مشکلی توی فایلت باشه اینجا بهت نشون میده و تو میتونی اون مشکل رو رفع کنی. باید اکثر این اعداد صفر باشن که الان دیدیم فایل من اکثرا صفر بود و مشکلی نداشت. خب خروجی FX هم گرفتیم. فایل FX، 3D Max و مپ باید در قالب یک فایل زیپ بشن. اون فایل هم باید ورژنش کمتر از 4 باشه که اینجا ورژن فایل من 2 هست. اگر قوانین سایت 3D Sky رو نمیدونی حتما به لینک بالا مراجعه کن. وارد سایت 3D Sky میشم، تایتل رو مشخص میکنم، کاتگوری رو بر اساس مدلت مشخص کن، فایل رو آپلود میکنم. حجم فایل باید کمتر از 200 مگ باشه. خروجی که من گرفتم 3D Max 2018 به همراه FX هست. تعداد پلیگان ها رو از اینجا میتونیم یادداشت کنیم. پریویو ها رو هم اینجا آپلود میکنیم. این موارد رو بر اساس مدلت مشخص کن. این قسمت خیلی مهم نیست، آپشناله. دیسکریپشن هم این توضیحات رو من معمولا می نویسم. اگر داری از ویدیو 6 استفاده می کنی حتما باید این متن رو بنویسی. بفرستیم برای بررسی. مدل من تایید شد، توی سایت 3D Sky برای فروش قرار گرفت. ممنون میشم برین از مدلم حمایت کنید. ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودی. اگر از ویدیوهای من خوشت اومد لطفا لایک کن، سابسکرایب کن و برای دوستانت هم ارسال کن. اینطوری انگیزه میگیرم که در این خصوص ویدیوهای بیشتری برای تو آماده کنم. من مینا هستم، اینجا کانال مود اسکیل، جایی که قرار مسیر 0 تا 100 رسیدن به $10 رو با هم بسازیم.